اندلس 600 سال مسلمان ها اونجا خلافت داشتن. غرب اسپانیای امروزه، از همون اسپانیا که مسلمان ها اونجا حکمران بودند و ترقیات داشتند و حضارت اسلامی داشتند، در یک سال زیاده از 70 تا 80 هزار کتاب تهیه میشد. کتاب می نوشتن مسلمان ها، آیدی 500 فنهای مختلف اونا می گرفتن می خوندن، ترجمه می کردن به زبانهای خودشان از زبان عربی. وقتی که عرب ها وارد اروپا شدن، اونا مردمی خرافات پرست بودند، با علم دنیا سر و کار نداشتند. اندلس چه خیلی که گفتیم قسمت غربی از اسپانیا 600 سال مسلمان ها خلافت داشتند. بنابراین در کتاب میراث اسلام مصنفش میگوید که پس باید اسپانیا را مشعلدار تمدن اروپا خواند. سببگار تمدن و پیشروی اروپا اسپانیا هست و سببگار پیشروی اسپانیا مسلمان ها هست که آنجا خلافت داشتند و از کشورهای عرب آمده علم خود را در آنجا رواج دادند.